خواهر محترم که سوال کرد درباره مذاکرات با امریکا و سفارت افغانستان در امریکا و همچنان اتباع امریکایی که در زندان می باشه. ما با ایالات متحده امریکا در تماس هستیم، هم مستقیما دو جانبه نشست ها داریم و هم در بعضی پروسه ها مثل پروسه دوحه که همه کشورها در او داخل هست، در او هم مجالس داریم. و درباره سفارت افغانستان در امریکا در این باره هم صحبت کرده ایم، خصوصا درباره خدمات قنصلی که چطور اونجا که به ده ها هزار اتباع افغانستان اونجا زندگی میکنه، این حقشان است، حقوق بشریشان است که برای اونها خدمات قنصلی ارائه شود. در این باره صحبت ها داریم، ولی شما میدانید که کشورهای مثل ایالات متحده امریکا طبعا که تعلقات خود را با افغانستان نارمل میکنه، وقت در کار داره. اینجا یک وقتی 20 ساله بسیار تلخ تیر شده، ولی باز هم در سال گذشته شما دیدی چند ماه پیش که هیئت بلندپایه ایالات متحده امریکا به کابل آمد، مذاکرات داشتیم و همچنان تعامل داشتیم که بعضی از اسیرا آزاد شدن، ولی دیگه کسانی که در بند هست و اینطور نیست که او کدام چیزی هست که ما از او استفاده سیاسی میکنیم، بلکه کسانی هست که مثل دیگه کشورها هم ما و شما هموطنان ما و شما هست که در بعضی کشورها در زندانها هست، بعضی رها شده، بعضی دوسیه داره و بعضی شاید در آینده رها شود. کدام مشکلی نیست که او مشکل حل نمیشه یا او مشکلی خطرناک باشه. و بعد از اینکه روسیه امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخت، ما اینمی اعلان مکررا کرده ایم و میکنیم که سیاست امارت اسلامی افغانستان یک سیاست متوازن هست. رسمیت شناختن روسیه به این معنی نیست که یہ به ضد دیگرها هست. ما با همه کشورها تعامل می خواهیم و در روشنایی سیاست متوازن می خواهیم که با همه پیش برویم و امیدوار هستیم که دیگر کشورها هم همینطور اقدامات بکنه.